أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بعد سلام و خسته نباشید خدمت حضار محترم. همونطور که حضار محترم استحضار دارن چند وقت پیش پاپی از پاپهای دولت یهود و نصارا تهمتی را نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم و کلا امت اسلام جاری کردند، با این تهمت که نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فردی عیاش و عیاشگری بوده و امت اسلام و دین اسلام دین جنگ خونریزی هستش. پاپی که در حقیقت دست نشانده یهود و نصارا هست، یهود و نصارایی که در حقیقت به شهادت قرآن که میگه که وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیهود علی شیء، به شهادت قرآن که یهود و نصارا را همدیگر را اصلا قبول ندارن، امروز به خاطر مصالح و منافع دنیوی خودشون دست به دست هم دادن تا امت اسلام را کلا مستأصل نابود بکنن، نعوذ بالله تعالی. و تهاجمات یهود و نصارا فقط به زبان درازی زبان درازی اشخاصی بمانند پاپ خلاصه نمیشه. اون حملات و تهاجمات فرهنگی و تهاجمات نظامی که امروز بر علیه امت اسلام به وسیله یهود و نصارا داره انجام میشه، زبان درازی های انواع پاپ در نوع کوچک خودش قرار داره. و در زیر در حقیقت اصل قضیه این است که تمام حملاتی که امروز بر علیه امت اسلام جاری هستش معمولا به نام نصارا یعنی مسیحی ها تمام میشه، ولی در حقیقت در زیر چتر و در زیر چنین اعمال ننگینی حقیقت دستورات قوم یهود و علمای یهود قرار داره که در حقیقت اینها در همین زمان و در زمانهای گذشته و در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز از دشمنان اصلی دین اسلام بودند. حالا باز برگردیم به خودمون که از ماست که بر ماست چه چیزی عامل اصلی چنین تهمت ها و چنین خونریزی های امروز هست. چطور شده که این یهود نصارایی که روزی جرأت نمی کردن علیه امت اسلام کسی را مثلا بلند بکنن یا خونریزی بکنن یا تهمتی را بر رسول الله ببندن، چطور شده که اینها امروز شب روز به انواع اقسام زبانها تا جایی که تا 200 زبان به زبان مادری هر مملکتی امروز دارن مسیحیت را چکار میکنن؟ تبلیغ میکنن. با هر زبان یعنی با انواع 200 زبان با زبان مادری هر مملکتی این مسیحیتی که روزی نمیتوانست سر خود را در برابر امت اسلام بلند بکنه امروز به چنین حالت اسفناکی از نظر تبلیغاتی علیه امت اسلام دست میزنه. و اگر ما بر خود برگردیم و به خودمون متوجه بشیم این همه از ضعف اعمالی و ایمانی ما مسلمون ها هستش، چنانکه الله متعال میفرمایند که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، که بیشک الله متعال اون حالات خوب هیچ قوم، اون عزت هیچ قومی را الله متعال از اونها نمیگیره تا مادامی که آنها آن چیزی را که در وجود خودشون از ایمان اعمال هستش عوض نکنند. یعنی ما امروزه از ایمان اعمالهای قرآنی ما مسلمان ها خیلی ضعیف شدیم که چنین اعمال ننگینی را بر علیه ما جاری میکنن. یعنی باید ما متوجه باشیم که چنین اعمالی را عامل اصلی و سبب اصلیش ما هستیم. ما مسلمان ها متاسفانه به علت عمل نکردن به قرآن و سنت به چنین ذلت خاری مبتلا شدیم. حالا که این مسلمانی که ما بون افتخار میکنیم روزی در اوج قدرت و سرفرازی بوده و بر کل دنیا کل با متانت با قدرت کامل حکومت میکرده.
و سبب اصلی اون غیر از این نبوده که سلف صالح گذشته ما به قرآن و سنت عامل بودن و به وسیله قرآن و سنت زندگی خود را پیاده میکردن. والله متعال به برکت همین ایمان اعمال آنها بر زندگی آنها، بر قدرت آنها، بر ایمان آنها، بر اعمال آنها برکت داده بوده و خوف کفار هم در دل اینا نبوده. ولی امروزه برعکس شده، چرا که شاعر میگه که گر تو خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. خلاف پیغمبر کسی ره گزید، که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا، توان رفت جز در پی مصطفی. امروز ما مسلمان ها متاسفانه از فرهنگ غرب متاثر شدیم، از تهاجمات فرهنگ غرب متاثر شدیم و سعی میکنیم در هر چیزی مانند همونها عمل بکنیم. در هر قسمت زندگی سعی میکنیم که به مانند یهود و نصارا نعوذ بالله عمل بکنیم و چه بسا که دیده میشه که به چنین اعمال ننگینی افتخار کرده میشه. و عامل اصلی چنین بدبختی و نگونساری و کلا سربزیری در برابر دولت های غرب و یهود و مسیحی همین بدعملی ما مسلمان هستش که ما به نام مسلمانی اعمالی را میکنیم که غیر مسلمان میکنه. اما اگر نظری بیندازیم به سلف صالح خودمون، واقع خالد بن ولید رضی الله تعالی خیلی خوب به چشم میخوره. اونجایی که در زمان امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی قلعه از قلعه‌های یهود نصارا را در طرف بیت المقدس مجاهدان امت اسلام که خالد بن ولید رضی الله تعالی سردار آنها بوده محاصره میکنند. 6 ماه در تحت محاصره مسلمان ها و مجاهدین اسلام یهود نصارا نمیتونه از اون قلعه خود خارج بشن. نهایتا آذوقه و آب و دیگر وسایل معاش زندگی آنها در داخل همون قصر خودشون تمام میشه، در داخل قلعه تمام میشه. نهایتا حیله را به کار میبرن، حیله‌ای که در وقت نماز ظهر به وقوع میپیونده، با این عنوان که آنها با خود فکر میکنن خب ما الان 6 ماه تحت محاصره هستیم، اگر ما با یه حیله‌ای با یک نیرنگی ما قدرت نظامی که نداریم در را باز کنیم و با اینا بجنگیم، پس لازم است با یک حیله ننگینی، با هر حیله‌ای هم که شده کلا این صفوف مجاهدین اسلام را ضعیف بکنیم و به نحوی از دست اینا خلاص بشیم. حیله‌ای را به کار میبرن با این عنوان که نعوذ بالله زن و بچه و دختر و تمام ناموس خود را با تمام آرایشاتی که آن زمان میتوانستن بکنن آرایش کردن. عرابه های بزرگی را درست کردن که هر کدوم را 4 تا 5 تا اسب میکشید. با این عنوان که وقتی مسلمان ها در وقت نماز ظهر بودند و میخواستن برای نماز ظهر، برای وضوء، برای اعمال عبادی خود آماده بشن، ناگهان در را باز میکنن و با ساز و آواز و دهل کلا رقص و رقاصی که بالای همین زنها را سوار کرده بودن، بالای همین عرابه ها که شما برین بالای رقص بکنید، در را هم یهو باز میکنن. خب مسلمان هم نفس دارن، شهوت دارن، وقتی که به چنین حالتی مبتلا بشن و چنین حالتی را آنها ببینن، نهایتا آنها نیز یک کم سوس میشن و چه بسا کلا میل به این زنا بکنن و یک فرصتی برای ما پیدا بشه که ما این دایره محاصره بشکنیم، از اینجا چکار کنیم، بریم بیرون. نهایتا اون کاری را که تونستن کردن و در را یهو باز کردن، عرابه های رنگی با اون زنهای رنگی و با انواع اقسام زینتالات خود شروع به رقص و رقاصی کردن، دهل و آواز هم از بغلش. مجاهدان اسلام که وقت نماز بود و مشغول وضو گرفتن بودن، ناگهان سر را بلند میکنن. یک صحنه عجیب و غریبی. خدای این دیگه چی هستش؟ نفس در وجود هر شخصی هستش، غیر از انبیاء علیه السلام کسی معصوم نیست. صحابه چشم دوختن نگاه کردن که خدای این چه وضعی هستش، چون در حالتی قرار گرفته بودن که هیچ کس اصلا کوچکترین احتمالی به چنین حالتی نمیداد. اما آنجا خالد بن ولید رضی الله تعالی سردار لشکر اسلام، اون سیف الله رسول خدا حاضر بوده. وقتی این صحنه را میبینه زود متوجه میشه که ها این یکی از اون حیله های یهود نصارا هست که به این وسیله میخوان ما را شکست بدن. زود سوار میشه، سوار اسبش میشه و شمشیر را بلند میکنه و با صدای بلند فریاد میزنه یا معشر المجاهدین، ای گروه مجاهدان گوش کنین ببینین خدا چی میگه. و مسلمان های گذشته چنین بودن که قرآن را میخواندن، قرآن را میفهمیدن، شب به قرآن تفکر میکردن و به روزش هم به قرآن عمل میکردن. بلند کرد شمشیر را، صدا کرد یا معشر المجاهدین. ببینین که الله چی میگه الله متعال در قرآن گفته که وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو ای رسول خدا به مؤمنان، اون کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن، با اونا بگو که اگر شما به خدا ایمان دارین، وقتی که چشمتون به نامحرم افتاد چشما را پایین بندازین.
و یحفظوا فروجهم، فرجهای خود را هم چکار بکنن؟ حفاظت بکنن. ذلک ازکی لهم، چنین کاری وقتی که نامحرم را میبینه انداختن چشم پایین، این برای اینا پاکتر هستش. ان الله خبیر بما یصنعون. با صدای بلند فریاد میزنه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. مجاهدین تا که شنیدن آیه قرآن را، اونا عرب بودن، قرآن را میفهمیدن و متوجه بودن که قرآن چی میگه و الله متعال در حال حاضر چی میخواد. تا آیه قرآن را شنیدن، دیدن که اینا با رقص رقاصی دارن میان بیرون، چشما را انداختن پایین، سوار شدن بر اسب، شمشیر را از حمایلشون بیرون آوردن و با غرور عزت رفتن داخل قلعه و اون را اونجا را فتح کردن و اینا دوباره کلا ذلیل و خوار شدن و کلا همه را به اسارت گرفتن. مسلمان های گذشته به چنین حالتی بودن که هیچ حکمی از احکامات الله متعال را نمی گذاشتن که زیر پا بمانه، تحت پا نعوذ بالله له بشه، بی احترامی بشه، نعوذ بالله کم اهمیتی بشه، آنها نمی گذاشتن و به خاطر همین هم الله متعال آنها را در دنیا و آخرت سرفراز گرداند. اما ما مسلمان ها کمی به خودمون نگاه بکنید که اون مشروبات الکلی که الله متعال در قرآن حرام کرده امروز مسلمان می نوشه، چه بسا در عروسی ها آزادانه پخش میشه و به اون افتخار کرده میشه. اون بدحجابی و بیحجابی و لباس های تنگ و رنگارنگی که طبق قرآن و حدیث کلن حرام هستش، امروز اون دخترانی که به نام فاطمه و عایشه و زهرا و خدیجه خود را نام گذاشتن، چنین دختران اینها را میپوشن. چه بسا دخترانی که قرآن میخوانند و ادعا میکنن که من حافظ قرآن هستم اما به قرآن عمل نمیکنه. ما مسلمان ها امروز به چنین بدبختی گرفتار شدیم. مسلمان هستش که نعوذ بالله کلا اصلا نماز نمیخوانه، اسمش هم محمد گذاشته. به چنین حالتی رسیده که این 5 وقت نماز خدا را که الله متعال از 50 وقت به 5 وقت آورده و وعده کرده که به 5 وعده ثواب 50 وعده را میخواد بده، مسلمان امروز به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چنین نمازی را کلا برجا نمیداره. نعوذ بالله. اصل قضیه این است که ما لازم است که به خودمون برگردیم، متوجه باشیم که این بلاهایی که امروز به وسیله دولت‌های یهود و نصارا بر سر ما مسلمان ها واریز میشه، همه اینها از اعمال بد ما در زندگی ما هستش. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند با این مفهوم که وقتی که شما دم گاو نر را بگیرین و به کشت و کشتزاری بپردازین و از اون جهاد فی سبیل الله که در زمانهای گذشته جاری بوده، از اون جهاد فی سبیل الله شما برگردین، الله متعال میگه که هر وقتی که شما از جهاد دست کشیدین، الله متعال اون ذلتی را بر شما مبتلا میکنه، ذلتی را بر شما مسلط میکنه و شما هرگز از اون ذلت بیرون نمیایین تا مادامی که شما به دین خدا برنگردین. و امروز ما این ذلت را مشاهده میکنیم. هر خونی که در هر نقطه کره زمین ریخته میشه متاسفانه خون مسلمونه و همه اینا به شهادت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا همه از بداعمالی ماست. به خاطر این است که ما از احکامات خدا و رسول خدا کلا متاسفانه در خیلی مواقع رو گردانیدیم. الله متعال توفیق هدایت برای جامعه ما ان شاء الله متعال مهیا بکنه. اصل این است که حقیقت لا اله الا الله در زندگی ما بیاد. در هر لحظه زندگی اون کلمه لا اله الا الله را در قلوب خودمون جا بدیم و طبق همون کلمه لا اله الا الله عمل بکنیم. آن وقت است که ان شاء الله تعالی دوباره اون عزت و سرفرازی دنیا و آخرت برای ما حاصل میشه. اما برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلبی که در مورد مسیحیت بود، مسیحیتی که با انواع اقسام طریقه ها سعی در نابود کردن امت اسلام گرفته. اولین هیله که گرفتن سیاستی هست، سیاست سگانه میگن. علما بیان کردن که علمای یهود نصارا در همون جایی که نشستن با سیاستی سگانه سعی کردن که کلا امت اسلام را متلاشی بکنن. سیاست اولشون سیاست یکی که سیاست نفس طولانی، با این معنا که نشستن در جای خودشون در همون منظور اتاق مملکت خودشون با هزینه چند میلیارد دلاری انواع و اقسام ناخونها، انواع اقسام مدها، انواع اقسام لباسها، انواع اقسام فیلمها، انواع و اقسام اخلاقها و روشها را ابداع کردن، سرازیر کردن با قیمت مفت مجانی طرف مسلمانها.
و نهایتا وقتی مسلمانان مبتلا شدن، تولید کننده اونها شدن، مصرف کننده ما شدیم و نهایتا اون اعمال و اخلاق و رفتارهای قرآن رو به ضعف گذاشت و متاسفانه ما امروز مشاهده میکنیم که چه نوع از اخلاقهایی که خود در حقیقت اخلاق یهود و نصارا هستش، اعمال یهود و نصارا هستش، در نزد ما متاسفانه کلا عمل میشه، چه بسا که آزادانه عمل میشه. سیاست نفس طولانی، اونا با خودشون چنین نتیجه گرفتن که اگر ما بنشینیم و 20 سال 30 سال 40 سال طبق همین نقشه های خودمون جلو بریم، نهایتا نیازی نیست که توپی بفرستیم، تانکی بفرستیم، هواپیمایی بفرستیم، همینجا نشستیم کلا خودشون نیست و نابود میشن. کلا اصلا ریشه دین اسلام هم کلا ما میتونیم از بین ببریم. ولی انشاءالله کور خواندن امت اسلام چنین مجاهدان و چنین جوانهایی داره که در برابر چنین انسانهایی که کلا دست بشریت را، کلا نظام انسانی را میخوان از روی کره زمین بردارن، انسانهایی هستن که در برابر اینا انشاءالله قیام بکنن. سیاست دومشون این بوده که به این نام که یک قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو، به این معنا که می آمدن در ممالک اسلامی با امرای اسلام، با اون سلاطین اسلام، با اون اشخاص ذی‌نفوذ امت اسلام، با نام تاجر و غیر تاجر و خودشون رو بدای تاجر و غیر تاجر جا می‌زدن، می آمدن ملاقاتی انجام می شده، هدیه‌ای به اون میدادن، پستی به اون میدادن، مقامی به اون میدادن در مملکت خودشون و نهایتاً با یک حالتی که مثلا از مسلمان ها متأثر هستن 1 قدم به عقب برمی داشتن، اما به خاطر 2 قدم به جلو بوده. به خاطر 2 قدم به جلو به این معنا که وقتی که امیری، یکی سلاطینی یا یک کسی که در جامعه ذی‌نفوذ هستش، مردم اون را قبول دارن، وقتی مردم متوجه میشن که ها جناب فلانی با دولت یهود و نصارا ارتباط داره، مقام اونا را قبول کرده، هدیه اونا را قبول داره، وقتی مردم چنین موردی را از علما مشاهده میکنن، از سلاطین مشاهده میکنن، مردم به چنین اشخاصی بدگمان میشن، اعتماد آنها نسبت به علما کلا سلب میشه. 1 قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو، 1 قدم که جلو بردن. حالا قدم دیگرش این بوده که وقتی اون لقمه حرام، اون لقمه‌ای که شبهه در اون بوده، وقتی در شکم اون بزرگای امت اسلام رفت، اونجا چیکار میکنه؟ کار از پایین از بالا خراب میکنه. چون لقمه حرام، اون نحوستی که لقمه حرام داره در هیچ چیز دیگر نمیتونه پیدا بشه. حتی در احادیث به این معنا آمده که کسی که لقمه حرامی در شکمش باشه تا 40 روز نماز این شخص قبول نمیشه. وقتی لقمه حرام در شکم سلاطین و امرا و ذی‌نفوذان امت اسلام رفت، آنها کار خود را، اعتماد خود را با الله قطع کردن و ضعیف کردن و نهایتا چیکار کردن؟ گله‌ای را که در دست اینا بوده، علما چوپان‌های مردم هستن، کلا اینا را دادن دست گرگ و دیگه گرگ بیابان و آنها هر کاری که خواستن تیکه تیکه کرد. 1 قدم به عقب برداشتن به خاطر 2 قدم به جلو. و سیاست سومشون به این معنا بوده که اختلاف بینداز، حکومت بکن. در مابین سلاطین و امرا و علمای امت اسلام اختلاف میانداختن و به وسیله همین اختلاف انداختن هر کاری که میخواستن میکردن. چرا که وقتی علمای امت اسلام با هم دیگر اختلاف پیدا کنن، امرای امت اسلام با هم دیگر اختلاف بکنن، نهایتا سبب بر این میشه که علما چوپانهای مردم هستن. علما چوپان مردم هستن، مانند چوپانی که گوسفندا تحت نظر او هستن و باید از آن حفاظت بکنه. علما چوپانهای مردم هستن. وقتی علما به جان هم دیگر بیفتن، این یکی آنها را یک لقبی بزنه، این یکی اون را بکوبه، این یکی اون یکی دیگر را بکوبه، نهایتا به این حالت میرسه که چوپانا دارن با هم دعوا میکنن و گرگ بیابان با میش هر کاری که میخواد میکنه و تیکه تیکه میکنه و نعوذ بالله امروز تیکه تیکه کرده. این جوانهایی که امروزا ما میبینیم در بالای موتور، خیلی ها بی نماز از این دنیا دارن میرن، این عامل اصلی چنین بدبختی های همین اختلاف علما هستش. وقتی علما با هم دیگر توافق داشته باشن، هر فتنه ای را میتونن کلا از زمین بردارن و کلا از میان مسلمان ها ریشه اون را بکنن. و البته نفوذ مسیحیتی که امروز ما میخوایم در این مورد صحبت بکنیم، همانطور که امروز ما در ترکیه شاهد هستیم تا چه حد داره مسیحیت شیوع پیدا میکنه، این چیز جدیدی نیستش که امروز ما شاهد آن باشیم در امت اسلام. در خود همین هندوستان، زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بوده، شخصی به نام فوندور حرکت میکنه از کشیش‌های مسیحی و اونجا شروع به تبلیغ دین مسیحیت میکنه و نهایتا ادعا میکنه که هر کسی که حاضر است از امت اسلام مناظره بکنه در مورد اسلام و مسیحیت، من حاضرم. و شخصی به نام علامه کیرانوی رحمت الله علیه، الله متعال قبرش را پر نور بگردانه، ایشون بلند میشن و علیه اون قیام میکنن و با سخنرانی های جذاب خودشون و علنا با مناظره ای که در
ملأ عام بوده رسوا میکنه و نهایتا فوندر مجبور به فرار کردن از هندوستان میشه. یا شخص دیگری که علما بیان میکنن، علامه کاندهلوی رحمت الله علیه، زمانی که علمای مسیحی حیله‌ای را برای ضعیف کردن و کلا ارتداد مسلمان ها گرفته بودن، به این معنا که انجیلی را گرفته بودن با کاغذ نصوص درست کرده بودن و قرآنی را با خط معمولی در میدان بزرگی با بلنگ چند تا بلنگو کلا صدا کرده بودن، کل مردم جمع شده بودن که شما میخواید چیکار بکنید؟ گفتن که ما امروز میخواهیم انجیل و قرآن را با هم دیگر کلا چیکار بکنید؟ امتحان بکنید. به چه معنا؟ آتشی روشن کرده بودن و میخواستند با این حیله مسلمان های ضعیف ایمان را از اسلام برگردانند. صدا کردن که امروز روز امتحان قرآن انجیل است. به چه معنی؟ میخواین شما چیکار بکنید؟ گفتن که ما میخوایم انجیل را هم بندازیم داخل آتش، قرآن را هم بندازیم، هر کدام که سوخت همون باطل است. اگر انجیل سوخت ما همه مسیحی مسلمان میشیم، اگر قرآن سوخت لازم است که نعوذ بالله همه شما مسیحی بشید. خبر دادن به علامه تیرانی رحمت الله علیه که علامه صاحب که شما برسین که اسلام در خطر است. علامه کاندهلوی رحمت الله علیه خبر رسید که شما برین که اسلام در خطر است. فرمودن که چی شده؟ گفتن که مسیحیت چنین حیله‌ای را به کار بردن. میگه چنان عجله کرده از شنیدن این خبر که کفشای خود را نپوشید، عبای خود را هم درست نپوشید، ناگهان به این حالتی از عجله و پریشانی داشت حرکت میکرد طرف همین کشیش مسیحی که در ملأ عام بالای سکوی قرار گرفته بوده که نهایتا عبا از گردنش افتادن. تا نهایتا کشیش مسیحی ادعا میکرد که چند دقیقه دیگه من میخوام قرآن انجیل را با هم دیگر داخل آتش بندازم. و نهایتا شماره های معکوس شروع شده، 10 یا 9 8 تا که به شماره 1 که رسید. علامه کاندهلوی رحمت الله علیه رفتن بالای سکو و از اون دست کشیش مسیحی که میخواست قرآن انجیل را با هم دیگر بندازه داخل آتش گرفت که تو میخوای چیکار بکنی. وقتی کشیش برگشت دید که یکی با ریش و عبا آمده، با لباس روحانی آمده، فرمود که شما چی هستی؟ گفت که من یکی از علمای امت اسلام هستم. شما میخواید چیکار بکنید؟ گفت که من قرآن انجیل را میخوام داخل آتش بندازم. خب نهایتا معلومه کدام میسوزه به حالت عادی. خب انجیلی که از کاغذ نسوز است هرگز نمیسوزه داخل آتش. علامه کاندهلوی فرمودن که جناب این که کاغذی است، کتابی است، این میسوزه، این را شما ول کن. گفت شما میخواید چیکار کنید؟ گفت من یه راه دیگه به شما نشان میدم، شما قرآن را بده. قرآن را گرفتن با احترام گذاشتن، انجیل هم گرفتن با احترام گذاشتن. گفت که اینا کتابه. فرمودن که شما انجیل یاد داری؟ 4 تا اناجیل. گفت آره من همه انجیل یاد هست. گفت اگر شما انجیل یاد هستی منم تمام قرآن را یاد هستم. 30 پاره قرآن در وجود من هست. شما هم انجیل یاد داری، تمام انجیل در وجودت هست. ما یه کاری بکنیم با هم دیگر داخل آتش بریم، هر کدام که سوخت اون باطل است. کشیش مسیحی رنگش پرید، نمیدونست که چیکار بکنه. فرمود که تو بیا، تو این همه مردم را جمع کردی که تو بیا امروز ببینیم مسیحیت بر حقه یا اسلام بر حقه. حقیقتا هم که اسلام بر حقه. بیا با هم بریم داخل آتش، هر کدوم که سوخت همون باطله. اگه شما سوختی ما بر همون اسلام خودمون پابند هستیم، نه اگه ما سوختیم تمام این اشخاصی که میبینی اینا مسیحی میشن. نهایتا لباسش را گرفت میکشید طرف خودش، نهایتا لباسش دست خودش موند و کشیش مسیحی از داخل لباس کلا فرار کرده رفت. و امت اسلام با ندای بلند فریاد زدن که زنده باد اسلام، زنده باد اسلام. و در هر زمان و هر وقتی این علمای مسیحی با انواع اقسام طریقه ها سعی میکنن که امت اسلام را با حیله های گوناگون کلا از امت اسلام و از دین اسلام برگردن. چنانچه ما امروزه در خود ترکیه هم شاهد هستیم و چه بسا زمزمه هایی در میان خود ما ترکمن ها هم شنیده میشه که نعوذ بالله فلانی مسیحی شده، فلانی مرتد شده. اینا به خاطر این نیستش که مسیحیت دین خوبی باشه یا اسلام دین بدی باشه. اسلام در ذات اسلام هیچ کوچکترین نقصی وجود نداره، بلکه این چنین اشخاصی از اسلام خبر ندارن و با اون زبانهای شیرین آنها کلا گول خوردن. در ذات اسلام هیچ گونه نقصی وجود نداره. این اشخاصی که با چنین عنوانهای مثلا آمدن خود را مسیحی مینامند و کلا ادعا میکنن که مسیحیت از اسلام بهتره، چنین اشخاصی به این عقیده مسیحیت را قبول میکنن که در اصطلاح علما به اون میگن پلورالیسم دینی. پلورالیسم دینی به این معناست که چنین اشخاصی چنین ادعا میکنن که خب تمام ادیان در ذات خدا هیچ صحبتی ندارن، همه ادیان الله را قبول دارن. چنین اشخاصی هم فکر کردن که ها
این مثلا بنا تمثیلی بیان میکنن 5 تا راه، همشون هم به یک راه به شکل چهارراه ختم میشه. مسیحیت هم مقصدش الله، یهودیت هم مقصدش الله، بت پرستی هندوستان هم مقصدشون الله، همینطوری که مشرکان مکه مقصدشون الله بوده. اینا چه ادعا میکنن که ما هر دین رو انتخاب بکنیم؟ خب نهایتا که به خدا که میرسیم، نهایتا که ما جنتی که میشیم. این بیچاره مسلمان های کم علم متاسفانه اون آیت قرآن را که میگه که و من یبتغی غیر الاسلام دینه، هر کسی که غیر از دین اسلام دین دیگری را برای خودش اختیار بکنه، الله متعال میفرمایند که فلن یقبل من، هرگز از او قبول کرده نمیشه. و هو فی الاخره من الخاسرین، او فردای قیامت از اون کسانی است که زیان میبینه، چرا که این فاقد ایمان هستش. آنها چنین مسلمان های ساده لوحی این عبارت قرآن را نخوندن که الله متعال فرمودن که با آمدن دین اسلام تمام ادیان گذشته منسوخ شدن و غیر قابل قبول هستند نزد الله متعال، مگر اینکه دین اسلام را قبول بکنن. البته ما تمام ادیان را به عنوان اینکه دینی از طرف دین الله متعال بوده قبول داریم، اما به این عنوان که آنها دینی بودن که در ذات خودشون نزد الله پسند بودن، اما امروزه با آمدن دین اسلام عمل کردن بر آنها جایز نیست، بلکه اصلا کلا درست نیستش. تنها دین مقبول در نزد الله متعال بس که همین اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کسی که به غیر از دین اسلام برای خود دینی را انتخاب بکنه، فلن یقبل من، هرگز از او قبول کرده نمیشه. و هو فی الاخره من الخاسرین، و فردای قیامت در از اون کسانی هستن که زیان میبینن. از اون عبارت قرآن که میگه که فین آمنوا بمثل ما آمنتم، ای رسول خدا تو به اینا بگو، به این کسانی که قرآن را قبول ندارن، به اینا بگو که اگر شما ایمان آوردید به اون مانند اون ایمانی که ما آوردیم، فقط اهتدوا، پس شما هدایت یافتید. و این تولوا، نه اگر ایمان شما ایمان قرآنی نباشه، طبق موازین قرآن و سنت نباشه، قرآن میگه که فانما هم فی شقاق، پس اونا در خلاف هستن، خلاف حکم خدا و رسول خدا قبول کردن و چنین ایمانی کلا اصلا ایمان شرعی حساب نمیشه. اما برسیم به اصل مبحث. مسیحیتی که امروز با انواع اقسام طریقه ها سعی میکنه علیه امت اسلام شبهه وارد بکنه. ما ببینیم که عیسی علیه السلام در خود همین انجیل به مسیحیان چه چیزی گفته در مورد ایراد وارد کردن. شما ما میخوایم در این مورد بحث کنیم که آیا کتاب هایی که امروز اینا به نام تورات انجیل قبول دارن، آیا این واقعا تورات انجیل واقعی هست یا نه. اینجا عیسی علیه السلام به مسیحی ها سفارش کردن که از کسی ایراد نگیرید، انجیل متی قسمت 7 اولش، از کسی ایراد نگیرید تا از شما ایراد نگیرند، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. پس همانطور که عیسی علیه السلام به مسیحی ها هشدار داده و نصیحت داده، همانطور که مسیحی ها امروز بر علیه امت اسلام با انواع اقسام طریقه یورش آوردن و از امت اسلام ایراد میگیرن که نعوذ بالله اسلام دین جهاد و خونریزی هستش. پس ما بر این قصد کردیم که ببینیم که خب کتابای اینها تا چه حد مورد قبول میتونن واقع بشن. انجیلی که امروز در دست ما هستش شامل 27 قسمته. 4 قسمت اون شامل اناجیل 4 گانه است که در جلسه پیش گفتیم که کنستانتین رومی با اون حیله خودش از همون تعداد اناجیلی که در آن زمان شایع بوده، این 4 انجیلی را که بنابر عقیده خودش مورد قبول بوده، این 4 تا را انتخاب میکنه و باقی را کلا با اون قدرت قیصری خودش کلا از بین برده. این 4 تا اناجیل به عناوین متی، مرقس، لوقا و یوحنا در ابتدای همین کتاب قرار دارند. بر کلا 27 قسمت با همین 4 تا اناجیل و 23 قسمت دیگه شامل زحمات و نامه‌هایی هستند که به نام اشخاص حواری در این انجیل ثبت شده. و کتاب دیگری که در طرف راست بنده قرار داره کتاب تورات هستش که کلا 39 قسمت هستش، که قسمتی از اون برای زندگی حضرت موسی علیه السلام و قسمت‌های دیگه برای سلیمان علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام و دیگر پیامبران کلا در این واقعاتشون بیان شد. حالا اصل قضیه بر این است که ما بر این قبول داریم که تورات کتاب الله هست و انجیل هم کتاب الله هست، یعنی اینا هر کدوم در ذات خودشون ما قبول داریم که زمانی الله متعال کتابی به نام تورات به حضرت موسی علیه السلام نازل کرده و کتابی به نام انجیل به حضرت عیسی علیه السلام نازل کرده. اما این بر این معنا نیست که ما قبول بکنیم که تمام مطالب این کتاب‌ها همون اناجیل و همون توراتی هستش که قبلا حضرت
قبلا الله متعال بر آنها نازل کردن، بلکه ما اعتقاد ما بر این است به شهادت قرآن که در اینها تعریفاتی را علمای یهود نصارا به وجود آوردن و همین تعریفات اونا باعث بران شده که کلا اون کتابا منسوخ بشن و قرآن کتاب الله متعال قرار بگیره. قرآنی که کتابی که مورد قبول الله متعال در حال حاضر هستش. و شاید هم این سوال هم در ذهن شما بیاد که خب مسیحی ها دین خود را رشد و نما میدن، ظاهرا تبلیغ میکنن، مبشران مسیحی به انواع اقصاد نقاط دنیا حرکت میکنن، آیا یهودی ها همچنین حرکت هایی را دارن؟ نه، متاسفانه میشه گفت که خوشبختانه یهودی ها بنابر اون اعتقاد نجات پرستی خودشون هیچ وقت دین خودشون را تبلیغ نمیکنن، یعنی قبول نمیکنن کسی دیگری کلا یهودی باشه و یهودی بشه. البته مسیحی ها با انواع اقسام طریقه ها سعی میکنن که مسیحیت را کلا رشد بدن تا به حدی که امروز به چنین نتیجه رسیدن که ما باید دین اسلام را از ریشه بر بکنیم. نعوذ بالله ذالک من ذالک. حالا رسیدیم به این موضوع که ما گفتیم که انجیل را ما قبول داریم، تورات هم قبول داریم، اما این دلیل بر اون نیست که تمام مطالب انجیل امروزی همون اناجیلی باشه، همون انجیلی باشه یا همون توراتی باشه که الله متعال چکار کرده بر حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام نازل کرده. چرا که در این انجیل ها ما شاهد وقایات و تهمت هایی هستیم که ما نمیتونیم قبول بکنیم که این کتاب ها همون کتاب ها باشند. مثلا موردی که بیان کردن یکی این استش که نعوذ بالله در تورات انجیل امروزی تهمت های ناگواری را نسبت به پیامبران روا می‌دارند. در دیگر که اگر کسی متوجه باشه و کمی تحقیق بکنه تشابهات عجیب و غریبی ما بین یهودیت و مسیحیت امروزی ما بین بتپرستی هندوستان و مسیحیت امروزی میتونه پیدا بکنه. و دیگری که در خود همین اناجیل چهارگانه که فکر ادعا میکنن هر چهارتاشون هم یک چیز هستش و به وسیله چهارتا شاگرد حضرت مسیح نوشته شده، تناقضاتی هستش که در حقیقت هم دیگر را چکار میکنن؟ کلا انکار و رد میکنن. و ادعاهای بی اساسی که در انجیل امروزی و در تورات امروزی وجود داره که هر کسی اگر کمی واقع بین باشه میتونه ادعا بکنه که این حرفی که در اینجا گفته شده کلا خلاف واقع هستش، که انشاءالله ما به جای خودش در اون مورد اون صحبت خواهیم کرد. و تحریفاتی که در تورات و انجیل امروزی واقع شده به نص قرآن که میگه که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. این کلام تورات انجیل دا کلام تورات از جای خودش برمیگردانن و تحریف میکنن و نسوا حظا مما ذکروا به. تحریفات گوناگون در تورات انجیل علمای یهود نصارا واقع کردن به حدی که امروز ما شاهد مواردی هستیم که نعوذ بالله هیچ کسی نمیتونه قبول بکنه که اینا از طرف الله متعال نازل شده باشه. اما تهمت های آنها، تهمت های یهود و نصارا نسبت به مسیحی، نسبت به پیامبران، البته شاید مسیحی ادعا بکنه که ما کتاب ما انجیل هستش، ما تورات نعوذ بالله قبول نداریم، چنین حرفی کلا کذب محض هستش. چرا که به شهادت انجیل امروزی تمام مسیحیان تورات را قبول دارن از تمام جهات. همونطور که من اینجا برای شما میخوانم انجیل متی قسمت 5 از 17 تا 19 میفرمایند که حضرت عیسی علیه السلام فرموده گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم، من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. به راستی به شما میگویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقینا همه یک به یک عملی خواهند شد، یک به یک باید به تورات ما عمل بکنیم. پس اگر کسی از کوچکترین حکم یعنی حکم تورات سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد شد. پس به شهادت انجیل امروزی تمام مسیحی ها قائل بر این هستند که ما تورات را قبول داریم و همونطور که انجیل کتاب ما هست تورات هم کتاب ما هستش. اما همونطور هم که قبلا گفتم ما منکر این نیستیم که بخشی از این انجیل از همون اناجیل حقیقی در این موجود نیستش.
ما قائل بر این هستیم که این کتاب تحریف شده و اون عیسی ابن مریمی که در اینجا بیان شده اون عیسی ابن مریمی که قرآن کریم برای ما بیان کرده نیستش و همونطور قائل بر این هستیم که در این کتاب از اون انجیل حقیقی که الله متعال به حضرت عیسی علیه السلام نازل کرده چیزی هم در این چی وجود داره که ان شاء الله یکی از قسمت های اعظمی که در این مورد ما میخوایم صحبت بکنیم بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستش در اناجیل امروزی در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم کلا بشارت داده حضرت عیسی علیه السلام که البته این قسمت را مسیحی‌ها کلا قبول نداره. اما تهمت های آنها قبل از اینکه به بخش تهمت ها برسیم میخوام این موضوع را بیان بکنم که اون عیسی ابن مریمی که قرآن برای ما بیان کرده اون عیسی ابن مریمی که مسیحی های امروزی قبول دارن نیستش، چرا که در ما بینها تفاوت فاحشی وجود داره که ما نمیتونیم قبول بکنیم به شهادت قرآن اون عیسی ابن مریمی که ما قبول داریم اون عیسی ابن مریمی باشه که در انجیل امروزی موجود است. چرا که تفاوت‌های خیلی زیادی به چند مورد من اینجا اشاره میکنم. اولا که انجیل امروزی ادعا میکنه که عیسی ابن مریم به دار آویخته شده، به صلیب کشیده شده، حال اینکه قرآن یقینا و صراحتا برای ما بیان کرده که و ما قتلوه به او را حضرت عیسی علیه السلام نکشتند و ما صلبوه او را به دارم نیاویختند ولکن بل رفعه الله الیه بلکه الله متعال او را به طرف خود بالا برده و ما قتلوه یقینا بعد بدن بالا میفرمایند که یقینا حضرت عیسی مسیح را کلا نکشتند. اما انجیل امروزی ادعا میکنه که حضرت مسیح را به دار آویختند و به صلیب کشیدند. پس عیسی ابن مریمی که ما قبول داریم اون عیسی ابن مریمی نیست که امروزه در اناجیل چهارگانه وجود دارن. بعد میفرمایند که عیسی ابن مریم بعد از مردن زنده شده، حالی که اون عیسی که ما قبول داریم علیه السلام هنوز اصلا نمردن که بخوان زنده بشن. بعد دنباله میفرمایند که عیسی ابن مریمی که اناجیل امروزی برای ما معرفی میکنن نعوذ بالله این پسر خدا هستش، بلکه عیسی ابن مریمی که ما قبول داریم این روح الله هستش، کلمت الله هست، عبد الله هست، رسول الله هستش. تفاوت فاحشی در میانه وجود داره. نعوذ بالله عیسی ابن مریمی که در اینجا بیان شده نعوذ بالله مورد عبادت واقع میشه، ولی عیسی ابن مریمی که ما قبول داریم اون پیامبری از پیامبران اولوالعزم هستش. قد خلت من قبله الرسل که قبل از آن پیامبران دیگری گذشته بودن. و عیسی ابن مریمی که امروز در اناجیل بیان میشه اصلا نسب درستی نداره. آوردن در انجیل امروزی در اناجیل چهارگانه امروزی آوردن دو تا ولد زنا را در نسب حضرت مسیح داخل کردن نعوذ بالله. آیا ما مسلمانان چنین مورد را میتونیم حتی برای خودمون قائل بشیم، برای هم طایفه‌های خودمون قائل بشیم، برای کسان خویشان خودمون قائل بشیم سوای پیامبران نعوذ بالله تعالی؟ پس ما با همین دلایل میتونیم ادعا بکنیم که عیسی ابن مریم قرآن کریم سوای اون عیسی ابن مریم انجیل امروزی هستش، سوای اون عیسی ابن مریمی هستش که ما قبول داریم. چرا که عیسی ابن مریمی که ما قبول داریم از این تهمت‌ها کلا بری هستش و اون عیسی ابن مریمی که ما قبول داریم اون و مبشرا برسولی یأتی من بعده اسمه احمد است. اون عیسی ابن مریمی که ما قبول داریم برای بشارت پیامبری بعد از خود آمده که اسمش احمد هستش، که اون نام حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در آسمان است، اسم پیامبر ما در روی زمین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و در آسمان احمد هستش. اما برسیم به بحث تهمت‌ها. چه تهمت‌های ناروایی که در کتاب‌های یهود و نصارا نسبت به پیامبران نعوذ بالله اعمال شده و کلا جوازش دادن و در مورد اینا صحبت کردن. قبل از اون لازم است این موضوع را بدانیم که در مورد اسمت انبیا ما تمام انبیا را معصوم می‌دانیم. تمام انبیا در نزد اهل سنت و جماعت معصوم از گناه هستند. البته اون خطاهایی که ظاهرا از اونها دیده میشه به اونها اطلاق گناه نمیشه، بلکه به آنها با این عنوان خلاف اولا گفته میشه. به این حالت که در اینجا کار خوبی وجود داره در طرف راست و در طرف دیگه کاری بهتر از اون یکی وجود داره. در اینجا پیامبر بنابر اجتهاد خودش عوض اون کار اولا که بهتر بوده این کار خوب را انتخاب میکنه و این از اون مواردی هستش که موارد اجتهاد پیامبر هستش و در چنین موارد هم زود الله متعال پیامبران خود را باخبر کرده، همونطوری که ما در واقع عبدالله مکتوم رضی الله تعالی که در سوره عبس و تولی در سبب نزول هم بیان کردن ما شاهد آن هستیم. پس انبیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته تا به نقطه اول آدم علیه السلام همه معصوم از گناه هستند.
و این عقیده اهل سنت و جماعت هستش. اما برسیم به بحث تهمت های یهود و نصارا. تهمت هایی که خیلی وقتها که در اوایل که مطالعه میکردم کتاب های اینا را، جرأت بر این نداشتم که آنچه را که میخوانم بر زبان بیارم. تهمت هایی که کم شرفترین و کم غیرتترین فرد روی زمین از گفتن چنین حرفایی سوای پیامبران در مورد اشخاص عادی هم نداره. حالا بنابراین قاعده که نقل کفر نیستش، من چند مطلب را برای شما میخوانم. تورات قسمت پیدایش، همونطور که قبلا گفتیم مسیحی ها بنابر مطلب خود انجیل متی که در قسمت 5 آمده، قسمت 5 17 الی 19، تورات را اینا کاملا قبول دارن. یعنی عقیده ای که در تورات امروزی نقل شده عیناً عقیده مسیحی های امروزی هستش و آنها چنین مواردی را قبول دارن. قسمت پیدایش در قسمت آخر 19 تهمت نعوذ بالله زنا بر حضرت لوط با 2 دختر خودش را داره. قسمتی را برای شما میخوانم. اما لوط ترسید در صغر بماند، مکان جای نام مکان است، پس آنجا را ترک نموده با 2 دختر خود به کوهستان رفت و در غاری ساکن شد. روزی دختر بزرگ لوط به خواهرش گفت در تمام این ناحیه مردی یافت نمی شود تا با ما ازدواج کند. پدر ما هم به زودی پیر خواهد شد و دیگر نخواهد توانست نسلی از خود باقی بگذارد. پس بیا نعوذ بالله به او شراب بنوشانیم و با وی همبستر شویم نعوذ بالله و با این طریق نسل پدرمان را حفظ کنیم. پس همان شب او را مست کردند و دختر بزرگتر با پدرش همبستر شد. اما نعوذ بالله لوط از خوابیدن و برخاستن دخترش آگاه نشد. صبح روز بعد دختر بزرگتر به خواهر کوچک خود گفت من دیشب با پدرم همبستر شدم، بیا تا امشب هم دوباره نعوذ بالله به او شراب بنوشانیم و این دفعه تو برو و با او همبستر شو تا بدین وسیله نسلی از پدرمان نگه داریم. پس آن شب نعوذ بالله دوباره او را مست کردند و دختر کوچکتر با او همبستر شد. این بار هم لوط مثل دفعه پیش چیزی نفهمید، بدین طریق آن 2 دختر از پدر خود حامله شدند. قسمتی است از تهمت‌های یهود نصارای امروزی که ادعا می‌کنند که ما پیامبران را قبول داریم. آیا با چنین تهمت‌هایی نسبت به پیامبران آیا ایمانی برای انسان باقی می‌ماند؟ این یکی از مواردش بود. قسمت دیگر که در قسمت تورات 2 سموئیل اول قسمت 11 نعوذ بالله تهمت زنا به حضرت داوود علیه السلام دادن. میخوانم برای شما. میفرماید که یک روز هنگام عصر داوود از خواب برخاست و برای هواخوری به پشت پام کاخ سلطنتی رفت. وقتی در آنجا قدم میزد چشمش به زنی زیبا افتاد که مشغول حمام کردن بود. داوود یک نفر را فرستاد تا بپرسد آن زن کیست. معلوم شده اسمش بتشبع دختر ایلعام و زن اوریای حیتی است. این اوریای حیتی که میگه این یکی از فرماندهان لشکر داوود علیه السلام بوده. پس داوود چند نفر را فرستاد تا او را بیاورند. وقتی بتشبع نزد او آمد داوود با او همبستر شد. سپس بتشبع خود را با آب طاهر ساخته به خانه برگشت. وقتی بتشبع فهمید که حامل است پیغام فرستاد و این موضوع را به داوود نعوذ بالله خبر داد. تهمت ناروایی که گفتم کم غیرتترین و کم شرفترین آدم روی زمین طاقت نداره چنین تهمت‌هایی را نسبت به خانواده خودش قبول بکنه که نعوذ بالله امروز اینها این چنین مواردی را در مورد پیامبران روا می‌دارند و بعد ادعای ایمان می‌کنند. قسمت دیگر را شما حالا گوش بکنید که نعوذ بالله تهمت کفر و کافری و بتپرستی را به حضرت سلیمان علیه السلام داده. قسمت اول پادشاهان اول قسمت 11 چنین گفته که سلیمان پادشاه به غیر از دختر فرعون دل به زنان دیگر نیز بست. او برخلاف دستور خداوند زنانی از سرزمین قوم‌های بت پرست مانند موآب، عمون، ادم، سیدوم و حید به همسری گرفت. خداوند قوم خود را سخت برحذر داشته بود که با این قوم‌های بت پرست هرگز وصل نکنند تا مبادا آنها قوم اسرائیل را به بت پرستی بکشانند. سلیمان 700 زن و 300 کنیز برای خود گرفت. امروز یهود نصارا اون 9 تا زنی که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه داده اونا باعث تهمت و باعث دلیل بر هوسرانی شهوترانی نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن. حال اینکه این خود از معجزه‌های پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم است که 9 تا زن داشته و هیچ کدام را بدون ناراضی کردن نگه داشته و با همین عنوان هیچ خللی هم در اون رسالت پیامبری خودش وارد نکرده. امروز ما می‌بینیم که کسی اگه 2 تا زن بگیره دیگه وای به حالشه. ما همین یک زن را همین
قشنگ نمیتونیم نگه داریم. اما رسول الله صلی الله علیه و آله 9 تا زن داشته و این یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله است که با 9 تا زن هم با اون رسالت و نبوت خودش کوچکترین خدشه وارد نکرده. البته اینجا فرموده که سلیمان زن 700 تا زن و 300 تا کنیز برای خودش گرفته. البته ما با این گفتار نمیخوایم این را بیان بکنیم که نعوذ بالله سلیمان زن گناهکار شده. شاید در شریعت آن موقع چنین موردهایی روا بوده. شاید الله متعال بهشون چنین اجازه های داده بوده. این زنها به تدریج سلیمان را از خدا دور کردند به طوری که او وقتی به سن پیری رسید به جای اینکه مانند پدرش داوود با تمام دل جان خود از خداوند خدایش پیروی کند به پرستش بت‌ها روی آورد. نعوذ بالله تا حضرت سلیمان علیه السلام را یکی از بت پرستان و یکی از بانیان بت پرستی قرار داده. نعوذ بالله. و در قسمت دیگه نسبت به هارون علیه السلام چنین موردی را روا داشته که نعوذ بالله فرموده که حضرت هارون علیه السلام هم چکار کرده؟ بت پرستی کرده و بتخانه‌ای برای خودش ساخته بوده برای قوم بنی اسرائیل. میگه که هارون گفت که گوشوارهای طلا را که در گوشهای زنان و دختران و پسران شما پیش من بیاورید. بنابراین قوم گوشوارهای طلای خود را به هارون دادند. هارون نیز گوشوارهای طلا را گرفت و آنها را ذوب کرده در قالبی که ساخته بود ریخت و مجسمی به شکل گوساله ساخت. قوم اسرائیل وقتی گوساله را دیدند فریاد برآوردند که ای بنی اسرائیل این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد. هارون با دیدن این صحنه یک قربانگاه نیز جلوی آن گوساله ساخت و گفت که فردا برای خداوند جشن میگیریم. نعوذ بالله. یعنی تهمت زده به حضرت هارون علیه السلام که برادر حضرت موسی علیه السلام هستش که نعوذ بالله ایشون هم چیکار کردن؟ آمدن و بت پرستی را کلا نه اینکه خودش مرتکب شده کلا در میان انسان هم رواج داده. و نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام بیان میکنن که نعوذ بالله ایشان با خواهر تنی خودش ازدواج کرده. قسمت پیدایش در قسمت 20 این چنین گفته که ابراهیم در جواب گفت که فکر کردم مردم این شهر ترسی از خدا ندارند و برای اینکه همسرم را تصاحب کنند مرا خواهند کشت. علاوه بر این او خواهر ناتنی من نیز هست. هر دو از یک پدر هستیم و من او را به زنی گرفتم هنگامی که خداوند مرا از دادگاهم به سرزمین‌های دور و بیگانه فرستاد. نعوذ بالله چنین بیان کرده که حضرت ابراهیم علیه السلام با خواهر تنی خودش ازدواج کرده. و در قسمت دیگه تهمت ناروای دیگر را به یهودا پسر بزرگ حضرت یعقوب علیه السلام روا داشته که با این عنوان نعوذ بالله که یهودا آمده با عروس خودش همبستر شده و از اون 2 تا ولد زنا به نامهای فارس و زارح کلا متولد شدن. اینجا میفرماید که یهودا او را دید ولی چون او روی خود را پوشانیده بود او را نشناخت و پنداشت زن بدکاری است. پس به کنار جاده به طرف او رفته به او پیشنهاد کرد که با وی همبستر شود غافل از اینکه عروس خودش میباشد. تامار به او گفت چقدر میخوای به من بدهی تا الی قصه آخرش. تا نهایتا چون وقت وضع حمل تامار رسید 2 قلو زاید و یکی از آنها را اسمش زارح گذاشتن و یکی را دیگر را چی آوردن اسمش طارح گذاشتن. و عجیب و غریب این مسئله که انجیل امروزی که در دست ما هستش به نام انجیل معروف شده حقیقتا از اون انجیل حقیقی قسمتی میتونه اون انجیل واقعی باشه و باقی همه ساخته و پرداخته قوم یهود و نصارا هستش. اینجا آورده در قسمت اول انجیل متی صفحه 7 در قسمت اولش چنین فرموده که ابراهیم پدر اسحاق پدر یعقوب است و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود. یهودا پدر فارس زارح، همون 2 تا ولد زنا که تورات بیان کرده. یهودا پدر فارس زارح، مادرشون کی بود؟ میگه که مادر آنها تامار بود. نعوذ بالله. آیا ما مسلمون ها میتونیم چنین نسبت ناروایی را بر حضرت عیسی علیه السلام روا بداریم که نعوذ بالله در نسب او کی بوده؟ 2 تا ولد زنا بوده. خب پس اگر این انجیل نیستش خب این چه کتابی هستش؟ ما میتونیم با استناد خود انجیل امروزی ثابت بکنیم که این انجیل اون انجیل منزل از طرف الله متعال نیستش، بلکه این انجیل حقیقتا به شهادت خود انجیل امروزی سرگذشت حضرت عیسی علیه السلام، البته این هم به ادعای خود مسیحیان هستش. همانطور که اول انجیل لوقا چنین آورده که عالی جناب تئوفیلوس بسیاری کوشیدند شرح زندگی عیسی مسیح را به نگارش درآورند. دقت کنید چه فرمودن؟ فرمودن که بسیاری کوشیدن شرح زندگی عیسی مسیح را به نگارش درآورند. پس این انجیل منزل از نزد الله نیست، بلکه این شرح زندگی عیسی مسیحه.
و برای انجام این کار از مطالبی استفاده کردن که از طریق شاگردان او و شاهدان عینی وقایع در دسترس ما قرار گرفته است. اما از آنجا که من خود این مطالب را از آغاز تا پایان با دقت بررسی و مطالعه کردم، چنین صلاح دیدم که ماجرا را به طور کامل و به ترتیب برایتان بنویسم تا از درستی تعلیمی که یافتید اطمینان حاصل کنید. این مطلبی است که انجیل لوقا در اول متن انجیل خودش آورده و اینم جالب است شما بدانید که این شخصی که اینجا اسمش به نام لوقا بیان کرده، این لوقا اصلا شاگردی از شاگردان حضرت عیسی علیه السلام نیستش. یعنی اون نام های 12 شاگردی که در اناجیل 4 بیان شده، این لوقا اصلا شاگرد حضرت عیسی مسیح هم نبوده و بلکه خودش داره ادعا میکنه که این شرح زندگی عیسی مسیح بوده. اما حالا اینجا یک نکته شاید مورد سوال واقع بشه، آن هم این که خب اینا چنین تهمت‌های ناروایی را نسبت به پیامبران روا داشتن تا جایی که انسان طاقت نمیکنه آنها را بخوانه بر زبان بیاره. خب اینا به خاطر چی چنین تهمت‌های را زدن؟ چه نونی برای اینا در میاد از این تهمت‌ها؟ اون چیزی که برای ذهن انسان میرسه این موضوع هست که آنها با چنین نسبت به پیامبران میخواهند چنین وانمود بکنن که چنین چیزهای اصلا گناه نیستش، اصلا عیب ایرادی در این موارد که نعوذ بالله انسان بیاد دختر خودش را با خواهر خودش ازدواج بکنه، همونطور که اون فروید دهری با خواهر خودش ازدواج کرده و خیلی هم بر علیه امت اسلام میتوپید در زمان خودش، میخوان چنین ادعا بکنن که چنین موردی اصلا ایرادی نداره. همونطور که در گوشه و کنار شنیده میشه در این فیلم های مبتذلی که به وسیله یهود نصارا در میان ما مسلمان ها رواج پیدا کرده، از گوشه و کنار شنیده میشه که در فیلم های اینا نعوذ بالله کسی هستش که با مادر خودش نعوذ بالله زنا میکنه. و چرا نکنه که وقتی که کتاب اینا حاوی چنین مطالبی هستش آنها چنین چیزی را گناه نمیدانن؟ یا چند وقت پیش علما نقل میکردن که در روزنامه عکسی زده بودن یک سگ با یک دانه زن، با یک زن تازه عروس، بعد پایینش هم نوشته بودن 2 زوج خوشبخت. به چه معنا؟ که آورده کلیسا. شما ببینید شکست کلیسا را از نظر اخلاقی مقایسه بکنید. کلیسا آمده ازدواج یک دختر را با یک سگ نر مهر زده که آقا ما چنین چیزی را قبول داریم. انسان تا چه حدی در مسیحیت به پستی رسیده که آمده یک حیوان را با یک انسان که اکرم کلاً از تمام مخلوقات الله متعال مکرم ترستش، با حیوانی که اسمش حیوانه آورده این دوتا زوج کرده و پایینش هم افتخار کردن نوشتن که 2 زوج خوشبخت و کلیسا هم بر این مهر تایید زده. شما ببینید کلیسا در چه انحطاط اخلاقی قرار گرفته امروز. همونطور که وقت به وقت چند وقت پیش هم خودت یکی از این جناب پاپا با اون مفاسد اخلاقی که کلا رسوا شده بود در تلویزیون هر کاری میخواست بکنه که کلا او را چکار کنن، چنین واقعی را کلا بیان نکنن و نهایتا با انواع رشوه ها کاری کرد که صداش زیاد در نیاد. یا همین جناب جورج بوشی که فرعون زمان ما هستش و ادعا میکنه که اون یکی از سفیرهای حضرت مسیح هستش و میخواد با این جنگ های صلیبی که علیه امت اسلام کلا به راه انداخته میخواد زمینه آمدن حضرت مسیح را در روی کره زمین آماده بکنه. همین جناب جورج بوش از اون اشخاص پلیدی هستش که برای گرفتن رأی در خود ریاست جمهوری آمریکا آمد نعوذ بالله همجنس بازی را کلا آزاد کرد. از چنین شخصی و از چنین اشخاصی غیر از این هم نمیشه توقع داشت، چرا که وقتی کتاب اینا حاوی چنین مطالبی هستش از اینا غیر از این دیگه نمیشه توقع داشت. علامه مفتی تقی صاحب عثمانی حفظه الله در کتاب خودشون مطلب عجیبی را دیدم که فرمودن که امروزه در خود آمریکا در هر 48 ثانیه یک زنای بالاجبار میشه. حالا بمانه اون لواطخانه ها، اون کاواره ها، اون رقاص خانه ها، اون دیگه مفاسد خانه هایی که علنا دارن کار میکنن، غیر از اون در هر 48 ثانیه یک زنای بالاجبار میشه. چرا که وقتی انسان نفس خودش را بر کتاب و دین ایمانی منضبط نکنه، این نفس انسان از هیچ چیز سیری نداره. الله متعال ما را حفظ بکنه از چنین تهمت هایی که نعوذ بالله سوای پیامبران بر هیچ کسی از اشخاص روی کره زمین روا بداریم. وقت هم تقریبا به پایان رسیده. ان شاء الله تعالی در جلسه دیگه در مورد بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم در انجیل امروزی ان شاء الله ما صحبت خواهیم کرد
و با دلایل مستند انشاءالله ما ثابت خواهیم کرد که انجیل امروزی شاهد بر این است که پیامبر آخرین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام امت من استحقاق عفو را دارند مگر آن کسانی که آشکارا گناه میکنند و آشکارا انسانها را به گناه چکار میکنند؟ دعوت میکنند. و یاد ما باشه که فقط با ادعای ایمان کسی مؤمن قرار نمیگیره. گفتیم که مجنون حلواخور نباشیم. قرآن بیان میکنن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یقول آمنا بالله. بعضی از انسان ها هستن که بعضی هستن، همه نه. و من الناس من یقول آمنا بالله، و بعضی از انسان ها هستن که میگوین که آمنا بالله و بالیوم الاخر، که ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم. ادعا میکنند که ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، ولی قرآن چی میگه؟ میگه که و ما هم بمؤمنین، اونا میگه ایمان ندارن. ببینین صحبت خیلی عجیبی هستش از قرآن که بعضی هستن که ادعای ایمان میکنن ما که با خدا و قیامت خدا که فردا حساب کتابی هستش ما ایمان داریم. الله متعال میگه که اینا ایمان نداره. چرا؟ چون وقتی ادعای ایمان باشه و خلاف ایمان، خلاف اعتقادیات ایمان در زندگی انسان پیاده بشه، چنین شخصی عاری از ایمان هستش. مانند کسی هستش که تاجی بر سر خودش نهاده، لباس خیلی شیکی هم پوشیده و ادعای چکار میکنه؟ ادعای پادشاهی میکنه که من پادشاهی هستم. تو لباس پادشاهی را پوشیدی اما کجا اون حکومت پادشاهی؟ تو ادعای مسلمانی میکنی اما کجا این اعمال مسلمانی؟ فقط با ادعا هیچ وقت هیچ زمان کسی چیزی را حاصل نمیکنه. پس انشاءالله همگی با هم توبه بکنیم و راه خدا و رسول خدا را در پیش بگیریم انشاءالله که در دنیا و آخرت همه ما محفوظ باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.